طول کشید تا با هاشم بکزاده که دفاع راست، خسرو ایدری هافبک راست بود، یه کار ترکیبی مثبت اومدن انجام دادن. این فاصله خیلی زیاد به استقلال ضرر زده. درست در مقابل تراکتورسازی 4-3-3 بازی میکنه، مثلث میانیش کیانی، کریمی، کریمیان خیلی نزدیک به هم هستن. راجع به حفظ توپ هم من بعداً توضیح میدم. ان شاء الله. آقای حاجی فرصتمون خیلی کمه، عذرخواهی می‌کنم. خدمتتون عرض کنم اینقدر واضح اون جناح چپ که شما صحبت کردید در مقابل جناح راست تراکتورسازی که من فکر می‌کنم هر به اصطلاح دانش آموخته فوتبالی متوجه این ضعف استقلال در نیمه اول میشده. بله. و مورد دوم که آقای مؤسس قبل از شروع اشاره کردن ضربات ایستگاهی بود که 3 تا مستاق داریم. استقلال گل خودش رو کورنر میزنه. بله. و بازم حنیف کمک میکنه. بله. پرسپولیس رو ضربه پنالتی گلش رو میزنه. بله. و عقیلی که پنالتی سپاهان از دست میده. یعنی ضربات ایستگاهی یا همون استیشنری تاکتیک خیلی تاثیرات خودش رو در بازی نشون میده و بعد تقابل خط میانی تراکتور و استقلال در نیمه اول کاملا به سود تراکتور هست. درسته. اشاره که آقای مؤسس کردن به اضافه این که حالا تراکتوریا یه جوان خیلی شایسته دارن به نام فرشاد احمدزاده که هم سرعتیه و از سمتی هم آقای فخرالدینی عالی کار کرده. بسیار عالی، خیلی متشکرم از اساتید به علواتی هاشون. بریم سراغ مسابقات. با مزدک میرزایی همراه هستیم. اتفاقی هم بیفته ما از طریق شبکه 3 حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. بریم با مسابقات فوتبال همراه باشیم. بله، خیلی متشکرم از محمد رضا احمدی عزیز و مهمانان عزیزشون در برنامه فوتبال برتر. نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال و تراکتورسازی از لحظاتی پیش آغاز شد. نتایج رو که به طور کامل متوجه شدید در نیمه اول بازی‌ها و حالا 45 دقیقه حساس و سرنوشت ساز باقی مونده. قهرمان و تیم‌های صعود کننده به لیگ قهرمانان آسیا مشخص خواهند شد. علی کریمی از تراکتورسازی حرکتی رو انجام میده. تراکتوری در سمت چپ، استقلالی در سمت راست. و ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. نیکبخت، ساموئل، نصرتی از تراکتورسازی. نیکبخت کنترل میکنه توپ رو. تکل علی کریمی، پرتاب برای استقلال. نیکبخت خودش میاد برای پرتاب. کوتاه پرتاب میکنه برای نوری. صادقی، عمرانزاده بلند میفرسته به جایی که نیکبخت هست. ضربه سر نیکبخت و توپی که بیرون میره. بعد ببینیم که روی جام 13 نام چه تیمی حک خواهد شد. دوره اول پرسپولیس، بعد سپاهان، دوره سوم پاس، دوره چهارم فولاد، بعد نوبت به استقلال رسید که قهرمان بشه. دوره پنجم، دوره ششم رو سایپا فتح کرد. دوره هفتم پرسپولیس قهرمان شد. بعد از اون دوره هشتم رو استقلال در یک بازی دراماتیک تونست درش قهرمانی رو به دست بیاره. سپاهان 3 دوره پی قهرمان شد و در دوره گذشته هم که دوباره استقلال عنوان نخست رو به خودش اختصاص داد. 4 دوره سپاهان قهرمان لیگ برتر شده، 3 دوره استقلال، 2 دوره هم پرسپولیس. در جدول امتیازی اما استقلالی با 666 امتیاز در کل ادوار لیگ برتر بیشترین امتیاز رو دارن. سپاهانی با 628 امتیاز دوم. یه فرصت برای بازیکن تراکتور. رحمتی تو راحت میگیره. بکزاده. دو تیم با همون ترکیب و همون سبک و سیاق دوباره وارد میدان شدن. خسرو ایدری، نیکبخت، پژمان نوری. این پاس چیپ رو شگرد داره، نمیرسه اونجا به نیکبخت. فخرالدینی، نوری در پی توپ، نمیرسه به توپ پژمان نوری و توپ رو از اونجا برمیگردونه. کنترل سینه از نیکبخت، بدنش رو حائل میکنه، میخواد از بازیکن مقابلش رد بشه، این کار رو انجام میده. حالا برای نوری آفساید. پژمان نوری در موقعیت آفساید صاحب توپ شد. چه حرصی میخوره امیر قلعه‌نویی. استقلال اگر شرایط همینجوری باشه سهمیه رو هم از دست میده. نصرتی، توپ به بیرون رفت. پرتاب توپ برای بازیکنان تراکتورسازی. احمدزاده برای کریمی، دوباره برای احمدزاده.
میفرسته برای دروازه، یه فرار که کامل نمیشه. انصاری فرد سان میکنه برای دروازه، عبور میکنه از مقابل دقیقی و از اون سمت به بیرون میره. رحمتی بازی رو آغاز خواهد کرد. خسرو ایدری که پاس به پشت مدافعان برای قاضی، آفساید هم نیست. قاضی حرکت کرده، میاد روی پای چپش. کاروالیو خوب کار نمیکنه و توپش رو میگیرند. احتمال اومدن نظری به جای کاروالیو زیاده. کریمی پاس عمقی خوبی رو میده. انصاری فرد گوشه زمین و یک کورنر برای قرمز پوشان تراکتورسازی تبریز. تونی اولیویرا را ملاحظه میکنید. آنتونیو جوزه کونسیساو اولیویرا، لقبش تونیه و بسیار محبوب در نزد هوادارهای تراکتور. عضو تیم ملی پرتغال هم بوده، بازیکن آکادمیکا و بنفیکا بوده که افتخار زیادی رو به دست آورده، از جمله 8 بار قهرمان لیگ شده در کشور پرتغال. ضربه کورنر رو گردانی از سمت چپ بلند میفرسته به روی دروازه. فخرالدینی سانتر بعدی رو او انجام میده، خیلی محکمه ارسال او و به بیرون میره تو. رحمتی دوباره باید بازی رو شروع بکنه. خب نتایج همون هاست. سپاهان و نفت 0-0. گسترش یه گل از فولاد خورده و پرسپولیس هم یه گل به استقلال خوزستان زده. یه فرار و ببینیم نظر داور چیه اونجا. کارت زرد به صادقی. ببینیم حالا ضربه آزاد رو چگونه خواهند زد بازیکنان تیم تراکتورسازی. موقعیت خیلی خوبیه. چی دارن اعتراض میکنن؟ ظاهرا اعتقاد دارن که آفساید بعد اتفاق میافتاده. صادقی بود داره با آیا حقوردی صحبت میکنه. یک بار دیگه ببینیم. در حال یه برخورد بین دو بازیکن اتفاق افتاد و داورم ضربه آزاد رو گرفت. کارت زردم به امیرحسین صادقی داور نشون میده. خب زاویه بندی سید مهدی رحمتی. هر دو گل این مسابقه روی ضربات شروع مجدد رقم خورده. پس این ضربه آزاد میتونه خیلی خطرناک باشه برای دروازه تیم استقلال و رحمتی. داور دستور میده که با سوت او ضربه زده بشه. نمایی زیبا از پشت دروازه تیم استقلال. نصرتی، کریمیان و کریمی پشت تو قرار دارند. کدومشون ضربه رو خواهند زد تا لحظه دیگه مشخص میشه. 4 بازیکن در دیوار دفاعی استقلال قرار گرفتن. حالا دیگه داور دستور زدن ضربه رو صادر میکنه. در گوشی با هم صحبت میکنن. نصرتی خوب میزنه توی دروازه. گل برای تراکتور. محمد نصرتی ضربه آزاد فوق العاده ای رو میزنه و دروازه استقلال رو باز میکنه. استقلال 1 تراکتور 2. بازیکن سابق تیم پرسپولیس حالا با یه پیرن قرمز دیگه دروازه استقلال رو باز میکنه و بخش قرمز ورزشگاه رو وادار به واکنشی این چنین میکنه. یک بار دیگه با هم ببینیم. عالی زد ضربه‌اش رو نصرتی و توپ دنو دروازه جای گرفت. خیلی قشنگ زد. حالا از اینجا قشنگ معلوم میشه کجای دروازه رفت توپ. بله سپاهان هم یه گل به نفت زده. سپاهان یه گل به نفت میزنه و حالا شرایط بازم در جدول عوض میشه. استقلال شرایطش خیلی بد میشه. مهدی شریفی بود که تصویرش رو دیدیم که حالا شاید او گل رو زده بود. خوشحالیش رو که او داشت انجام میداد در شهر اصفهان. آیا استقلال میتونه بازم به بازی برگرده یا خیر؟ بله تصویر رئیسه گل رو هم دیدیم در شهر اصفهان.
آقای بهروان رفته به شهر اصفهان و آقای تاجم در تبریز که تا به اینجا جام در شهر تبریز به فولاد داده خواهد شد، مگر اینکه حالا اتفاقات دیگری بیفته. ساموئل، خسرو ایدری تو عرض حرکت